به نام خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام و درود بینندگان و تماشابینان گرامی و هموطنان عزیز و برنامه خودتان با چیکاپ خوش آمدید. همراه من برادر باباجان قیامزاد هستند و انشاءالله مرور به اخبار و حوادث امروز خواهیم کرد. خوش آمدید برادر عزیز. مسئله اولی که میخوایم مطرح بکنیم، خبر اول این است که در خوجند، یعنی در پی یک اجلاس فعالان که بر حضور رئیس خوجند صورت گرفت، در آنجا پیشنهاد شد که یک گروه کاری متشکل از کارمندان کمیته دین و کارمندان حقوق تشکیل شود و این گروه هدفش این است که تعداد مسجدها را مواری کنند، چند مسجد هست و راه‌های کم کردن اونها را هم بیاموزند که اونها را به سیخ‌های دوزندگی یا به مثلا مکان کودکان یا مکان‌های فراغتی تبدیل دادن این کار را بکنند. حتی در صلاحه خبر هم آمده است که مسجدهای زیارتی را کودکستان یا چویخانه کنید. بله. یعنی واقعا معلوم است که دیگه هدف چی است. ولی این هم در پی همون نگرانی امام علی رحمان رئیس جمهور از زیاد بودن مسجدها هست که چند وقت پیشتر اونم از این نگرانی کرده بود و گفته بود که مسجدها از مکتبها، عدد تعداد مسجدها از مکتبها زیاد است و باید این یعنی تناسب رعایت نمی شود. و بعد این میبینیم که بعد همه چیزی که از در مرکز میشن میبینیم که آهسته آنها در ختلان و سغد و بدخشان و دیگر منطقه ها عملی میشن. ولی عجیب این است که در اینجا کمیته دین، کارمندان کمیته دین البته که باید دفاع از این کمیته مسجد، از دیان، از ارزش‌های دینی مردم باید بکنند. ولی اونها که با هدف یعنی صلاح وظیفه اصیلشون این است که باید از حقوق دیندارها دفاع بکنند، ولی اینها آمدن حقوق دیندارها را، اونهایی که مساجدی که خانه خدا میگیم اون را مردم با پول خود اون را ساختن، میخوان اونها رو به مکانهای فراغتی تبدیل بدهند و در برابر اونها کارمندان حفظ حقوق، کارمندان قدرتی هم هستند که یعنی این ملاها که این کارمندان کمیته دین وقتی میروند با ملیسا و با اینها را بروند با کارمندان انتظامی بروند که در اونها هیبت باشد و هر کاری که میخواهند انجام بدهند. یعنی من نمیدونم که دوستی عزیزم که در این وضعیتی که واقعا تاجیکستان بعد این بحرانی روسیه، بحران اقتصادی روسیه و کم شدن یعنی مبلغ ارسال شده مهاجران و این وضعیتی که فعلا در تاجیکستان داریم، مقامداران ما چی میخواهند با این کار بکنند؟ به نظر من اینم هست که اینها به یک نوع میخواهند که از پول مردم خودش این مسجدها را ساخته است، اینها از اون مردم ساختگی مکانهای فراغتی بسازند، در حالی که باید با بودجه های از بودجه کشور که باید صرف می شود، این وظیفه کارمندان دولتی هست، این وظیفه حکومت هست که این مکانهای فراغتی سیخ دوزندگی اینها را بسازند، ولی نمی سازند. میان اون چیزی که مردمی بچه باز اندوختن به جیب مردم. یعنی واقعا این هم شما ببینید این پدیده که امروز در کشور ما مخصوصا علیه دین، مسجد، ارزش‌های اسلامی مثل ریش، حجاب، مسجد در جریان هست، اصلا یک پدیده خیلی عجیب است. شما تصور کرده میتونید در ابتدا وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را ممنوع کردند و آن را افراطی اعلام کردند، گفتند که این ما مبارزه بر ضد حزب است نه ضد اسلام. بعدش آمدن خب آغاز کردن مبارزه ضد حجاب شد. حجاب در همه جا ممنوع کردن، در جاهای جمعیتی، در مکتب دانشگاه اینجاها گفتن این نه، این به خاطر لباس ملی است، نه ضد حجاب. ما میخواهیم که همه لباس ملی در کشور باشد، این به خاطر حفظ فرهنگ ملی است، به خاطر فلان است. این رفت آمدن مبارزه ضد ریش با وجود آمد. ریش مردم رو حتی در بازارها تراشیدن و خودشون هم حتی مسخره خاص عام کردن، یکی
این هم به یک حدود، حتی که در بعضی جاها آمدن گفتن که به خاطر اینکه ریش یک نفر رو مجبوری تراشن، چند میلیسیونر گویا که جریمه شده باشد، مجازات شده باشد، این فلان. ولی بعد چند مدت یک سیاست‌های بسیار غلطی نادرست همین است. بعد چند مدت رئیس یکی از ولایت‌های کلان تاجیکستان برمیخیزد و در آشکارا خودش میگوید که ما ریشی 13,000 نفر رو به ترتیب آوردیم. اول گفت تراشیدیم. بله، این واقعا دیگر آدم وقتی که میآید در این چیزها رو نگاه میکند فکر میکند که این حکومت یا خودش نمیفهمه یا مردم رو به عقل گمان میکند. دیگه مردم آشکار میدونن که امروز مبارزه با چیست، مبارزه با کدام ارزش ها رفته ایستاده است و هدف از این مبارزه چی هست. دیگه مردم خودش میدونن. ولی یک چیز فراموش کردن، اون این است که این مردم 95% حتی 99% برخی ادعاها مسلمان هستند. چگونه تو با ارزش یک مسلمان مبارزه میبری، جنگ اعلان میکنی و باز انتظار داری که اون از تو راضی باشد و اون تو رو قبول کند؟ این خطرناک است. ولی برگردیم به اصل قضیه این رئیس محترم. خب شما ببینید امروز ماده شده است در کشور ما، هر کسی که اگر در کشور ما از منصبداران یک چیزی که بر ضد مثلا اسلام یک همون کینه خودش رو یا که بدبینی و دشمنیش بیشتر نشان داد، اون بالا می رود، اون تشویق می شود، اون از یک منصب می گیرد، نمیدونم بر او هدیه می دهند. این است که امروز تمام این منصبداران ما کمر بستند در مبارزه بر ضد مسجد، حجاب، همین. و الا شما یک بار تصور کنید در زمان شوروی مگر به همین اندازه مبارزه بر ضد مسجد داشتیم؟ درست یک زمانی بود که ما خورد بودیم میشنیدیم که بعضی ها نمیگذاشتن در نماز بخوانند، ولی همون زمان هم میگفتن که مسجد باشد. مسجد برای در زمان شوروی هم مسجدها وجود داشتن، مصفدا میرفتن نماز میخواندن. پس چی فرق داریم ما از حاضر از زمان شوروی؟ این استقلالیت برای ما چی آورده است؟ پس ما استقلالیت به دست آوردیم، گفتیم که ارزش‌های ملی و دینی ما حفظ میکنیم، اونها باید در جامعه گسترش بیابند. اگر شما باید برگرداندنی باشید به همون زمان شوروی رو برای ملت تاجیک، چی فرق داشته از شوروی این استقلالیتی ما؟ پس شاید اون بهتر بود که از لحاظ اجتماعی مردم در سطح بهتر زندگی میکردن، نه مثل امروز. ولی امروز چی؟ این یک نوع برگرداندن به اون سمت است. ولی از طرف دیگر نگاه کنیم، شما 606 میلیون سومانی را منصبداران دزدیدند. پلات حساب این را آشکار کرده است. خب اینها خبری بعدی فکر کنم همین به در ما هم درست و اینو با هم اگر یک جای ربط بتیم در اینجا شاید درست باشد. چون که منصبداران رئیس شهر خوجند میخواهد که از نام مردم با پولی مردم مسجد ساخته رو بگیرد، مسجد آماده رو به کارخانه تبدیل کند، با چند میلیون دیگر رو بدزدد. این وظیفه مردم نیست که بیان برای شما کارخانه بسازن، بیان برای شما سیخ دوزندگی بسازن یا برای شما. وظیفه مردم این است که بیان شما برای وظیفه شما هست که برای اونها بسازین و اونها کار کنن. یعنی اونها انداز بسپارن و شما از اون انداز به خدمت اونها این انداز صرف کنید. اون 606 میلیون سومانی بودجه دولت مال پدری شما نبود، اون همین اندازی همین مردمی کمبغل بود. انا همین مردمی بود که اندازش جمع کرد برای شما سپارید، شما اون دزدیدید. اینا آشکار خودتون هم قبول دارید. ولی کی دزدیده است، کی برای این جواب میگوید معلوم نیست. در تمام دنیا اگر یک حکومت وقتی به این درجه فسادش آشکار شود، حتما باید یا حکومت استعفا رود یا کسانی در حکومت در این زمینه باید جواب بگن. درست؟ این است امروز حال ما. این هم ولی همه این رو میارن در چی خلاصه میکنن؟ میخوان قصدی همه این رو از کی بگیرن؟ از مسجد، از مردم مسلمان، از اون مردم بیچاره‌ای که میخوان با مسجد برن. از طرف دیگر یک باز هم تکرار شده است اینجا که ما تعدادی مسجدها رو کم میکنیم. من یک بار دیگر از این مردم، از این منصبداران محترم میخواهم بپرسم، شما یک بار بشینید، یک بار فکر کنید، مردم ما از چند ساله حتی که شما تا 18 ساله هم نگویید، از 18 ساله تا 70 ساله باید به مسجد برود. این مردم در این میان
چقدر مردم قرار دادند از 18 ساله تا 70 ساله. این باید داشته باشد اینقدر مسجد یا نه؟ حتما این تعداد از تعداد مکتب خونی از 7 ساله تا 18 ساله زیادتر است دیگر. به طور طبیعی. از طرف دیگر اگر واقعیت رو نگاه کنیم، نه قانونی شما رو، اون تا 18 ساله هم باید به مسجد رود و میروند حتما مردم. بله. ولی مسجد، پس نیازی مردم به مسجد بیشتر است از مکتب. از لحاظ واقعیت هم اگر نگاه کنیم، شما امروز اومدید مسجد رو میگین که منبع افراطگرایی است. او مسجد ها همش امروز در اختیار شما است. مسجد ها امروز به منبر کمیته امنیت و چیز تبدیل شده است. وزارت خارجه به اصطلاح تبدیل شده است. تمام ورقه هایی را که میخواند که شما به اونها میدین. پس چگونه باز هم از اون میترسید؟ یک چیز دیگر هم هست دوست عزیزم که من که بعضی وقت خانه پدری و خانه دوستان میرویم به روستاها، میبینیم که یگانه جایی که فراغت دارد مردم اون درد دلش میگوید اون مسجد است. درست بله، است؟ واقعا. در برابر اینکه راز و دردهای خود رو با خدا میگویند، باز در بعد مسجد میشینن اونجا صحبت میکنن، یکدیگر رو میبینن، که در حالی که در شوروی کلوب بود، کلوب بود، هزارها مثلا اون باغ ها بودند، مثلا فیرما، گراژ، یعنی خیلی چیزهایی بود که مردم میتوانستن اونجا رفته در چی خودشانه با یکدیگر ببینند. ولی در فعلی تاجیکستان فعلی چیزی نماند از غیر مسجد. باز باور دارم که همون جاهایی را که این مسجدهایی را که مکانهای فراغاتی کردن، باز مردم نمیروند. به خاطر چی؟ به خاطر به اون حد اونا نمیسازند که مصرف نمیکنند که همون یک جایی شود که مردم استفاده برند، اونجا میشود باز یک جای بیکار. یعنی سوال اینجاست، ببین دوستی عزیزم، که ما مثلا همسایه ها داریم، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان. بله. آیا واقعا همین نوع کارزار ضد دینی، ضد شعائر دینی دیده می شود در اونجا؟ نه. ولی سوال این است که در تاجیکستان، سوال مطرح این است که در تاجیکستانی که مردم اینقدر مشکل دارن، برق ندارن، حکومت از عهده چیزی نمیبره، حکومتداران برای چی خود رو در این مشکل میدازند؟ یعنی باز ناراضیتی مردم رو بیشتر میکنند، ناراحتی مردم رو بیشتر میکنند با این کارشون. از این چی فایده میبرند؟ درست است. ببینید پرزیدنت قرقیزستان اگر یادتون باشد گفت که منع کردن راه حل نیست. شما اگر حزب جماعت تبلیغ رو منع کردید، فکر میکنید اونها از بین میروند. عین همین جمله رو تقریبا پرزیدنت قرقیزستان در یک سخنرانیش گفته است. چون که پرزیدنت قرقیزستان یک انسانی هست که از مردم نمیترسد، زیرا مردم را انتخاب کردند. درست؟ و مردمش میشناسد، با مردمش ارتباط نزدیک دارد. بله، مسجد هم میرود و نمیتواند تصور کند که یک مردمی که مثلا میخواهند در یک راهی بروند، اونها را با زور بتواند مردم بتوان با زور یا با قانون اونها را باز داشت یا منع کرد یا از بین برد. یعنی اون به این نتیجه رسیده است که راه حل مشکل کشورش با زور، با نمیدونم فشار، با تهدید نیست. بله. چون واقعا هم مردم قرقیز الکه طعم آزادی رو چشیدن. بله. درست است. ما امروز در عموم اگر نگاه کنیم، در کشور آسیای مرکزی قرقیزستان واقعا یک کشوری خیلی جزیره دموکراتی میگن. بله، یک کشوری خیلی از لحاظ آزادی ها و اینها امروز واقعا نمونه است. بله. شما تصور کنید در قرقیزستان شما می توانید که یک قشر میانه رو پیدا کنید، برخلاف تاجیکستان که در ما قشر میانه وجود ندارد امروز. بله. متاسفانه همین برزویی که در قرقیزستان آبرود پیدا کرده است، در قرقیزستان همچون قهرمان شناخته می شود، در قرقیزستان طلبگار و طرفدار زیاد دارد. کی هستن طرفداراش؟ همون قشر میانه قرقیزستان است که از برزوم طرفدار هستن و حمایت میکنن از او رو طلب میکنن که چند روز پیشم اون استودنت ها و شاگردهایش در فیسبوک صورت های را ماندن که با استاد برزو یک جای عکس گرفتند و این عکس ها رو در فیسبوک اینها گذاشتن. ای کاش برزوها و اینها هم در تاجیکستان بدن شاگردان تاجیک می داشتن. بله. ولی ببینید شما، من منظور چی است از همه این گفته ها؟
در تاجیکستان یک پسیخولوژی حاکم شده است که یک توده حاکم هستند امروز که پسیخولوژیشون پسیخولوژی دوران جنگی است. اونها خودشون بدون جنگ تصور کردن نمیتونن. برای اونها باید جنگ وجود داشته باشد تا اونها وجود داشته باشند. اونها تنها از جنگ منفعت گرفتند. در زمانی غیر جنگی اونها هیچ چیزی به دست نمیارن. اونها تو چند وقت پیشتر میگفتند که این حزب نهضت است که سبب همه عقب ماندگی و دیگر است. بعد بیرون کردن حزب نهضت از صحنه سیاست وضعیت بهتر شده است. اقتصادیات پیشرفت کرده است، مدرنیزاسیون شده است، دنیویت پیشروی کرده است. خب همین است، واقعا هم همین است. شما ببینید اینها یک طایفه هستند که واقعا مشکلشون در این است. اونها فکر میکنن که دشمن باید باشد یک دشمنی تخیلی ساخته تا که اینها اون را بزرگ نمایی کنن، یک چیزی همین در ذهن مردم بسازند و از طریق اون زندگی پیدا کنن، از طریق اون منصب خودشون حفظ کنن، قدرتشون نگه بدارن و بر مردم حکومت کنن با ترس دادن. ولی فراموش کردن که دیگر این دوران عصر 21 حتی عصر 22 گذشتیم و این دیگر نمیتواند. یعنی بعد شما با این عقیده است بعد از صحنه دور شدن حزب نهضت اسلامی اونها با صرافا و تاجرا و الکی باز شروع کردن با دهقانها و یعنی یک دشمن تراشی کردن و این واقعا برادرانی که دوران انتخابات ها در قرقیزستان کمتر خبر دارن اونها میگویند که در قرقیزستان که مردم رو جلب کنن مسجد میسازن. یکی از چیزهایی که مردم رو جلب میکند این ساختن مسجد است، یعنی احترام به مسجد است واقعا هم. ولی در ما میبینیم که و بعد این هم یک چیز دیگر هم هست دوستی عزیزم که وقتی که من انسان فکر میکند آخر اینقدر مشکل داریم در تاجیکستان، اینقدر مثلا وضعیت اقتصادی بد هست، ما چی نیاز داریم که به این یک پسیخولوژی که از هر پیشروی اسلام از مسلمان ها دیندار ها ناراحت میشوند. آمدن گفتن که دست بوسیدن ممنوع است. چرا ممنوع است؟ مثال یعنی کارهایی میکنن که احساس میشود که اونها هر نفری که احترام در جامعه داشته باشد از اون ناراحت هستند. یک رشکی سیاسی رشکی زنانه دارند. بله واقعا هم درست است. این تنها در این نیست، یک چیز دیگر هم هست. شما ببینید اصلا اگر این مردم واقعا این حکومتداران ما به اصل قضیه پی ببرن، واقعیت درک کنن، بیاین با مردم با مسجد همکاری کنن. همون مردمی که با مسجد امروز ساختن، خب مردم برای مسجد ساختن، چرا تمام چیزش میتید، حتی آخرین داراییش هم حاضر است بتید برای مسجد ساختن. چرا شما نمیتونید، این حکومت ما نمیتوند با این مردم همکاری کند و اون مردم اگر من مطمئنم اگر با مردم ما همکاری کند حکومت، همین مردم درک کرده است، میداند که همین مردم اگر حکومت با اون همکاری کند میتواند حتی برای ساختن مکتب هم با اونها کمک کند. چگونه؟ وقتی که به مردم ما درست فهمانده شود، از طریق مسجد به مردم فهمانده شود که خواندن اولین آیتی بود که خداوند برای مسلمان ها نازل کرده است و اولین امری که خداوند برای مسلمان ها داده است این بخوان بود و این اگر به مردم درست فهمانده شود، همین مردم در برابر مسجد مکتب هم میسازند. ولی اینها میخواهند با خراب کردن مسجد مکتب بسازند. با خراب کردن نمیتوانی چیزی بسازی. این با همکاری، با درست کردن، با همکاری کردن، با فهماندن، این است که میتونید یک چیزی را بسازی. هرگز شما با منع کردن، با سرکوب کردن نمیتونید پیش رفته. ولی همین مردمی نمازخوان اگر در مسجد با اونها همکاری شود، من این را چندین بار گفتم، با میگم، باور کنید پول هم میسازن. اگر با اون در مسجد درست فهمانده شود که ساختن پول صدقه جاریه است، اون میتوند تا آخری عمرش ثوابش به او برسد و فلان و دیگر، مردم پول هم میسازد، راه هم میسازد، مکتب هم میسازد. ولی این وظیفه اصلا وظیفه کی است؟ وظیفه حکومت. حکومت وقتی اگر از این وظیفه خودش از عهدهش بر نمیآید، به جای اینکه برود از مردم کمک بخواهد، برعکس میآید بالای سر مردم ظلم میکند که شما مسجد هم نسازید، چون که ما نمیتونیم مکتب بسازیم. و شما که پول مردم هم میدزدید،
606 مکتب میلیون ساختن نمیتونید. میدزدید، میخرید، مکتب نمیسازید، راه نمیسازید، پول نمیسازید، مکان فراغتی نمیسازید، دوباره پارک مردم رو هم میگیرید خراب میکنید. او این مردم ای بی مردم چیست آخی؟ ای بی مسجد چیست اینجا؟ این مصیبت شما است. شما باید فکر خرابی خودتون درست کنید، نه اینکه بیاید مسجد با مسجد جنگ اعلان کنید. با جنگ اعلان کردن با مسجد و با حجاب و بریش شما پیش نمی روید. قبول است. شما باید فکر خودتون درست کنید، بیاید با مردم با دوستی، با واقعیت، با مردم خودتون از در زور و با قهر و با فشار و تهدید نمیتونید صحبت کرده و گپتون فهمونده. بیاید با مردم دوستانه صحبت کنید، با مردم از در دوستی و همکاری و گفتگو صحبت بدروید، مردم با شما همراه میشود. درست است. ولی این مصیبت است که شما بخواهید با زور، با جنگ، با تهدید با مردم معامله کنید. یعنی همون چیزی که شما پیش گفتید، مسئله جامعه شهروندی، تقویت جامعه شهروندی. بله. هر دولت اون قدرتش، نیروش از قدرت و نیروی جامعه شهروندی میبره. 100%. اگر ما جامعه شهروندی قوی می داشتیم در برابر حکومت، باور کنید بسیاری از مشکلات میشه حل بکنید. خبری که باید حاضر ما تحلیل بکنیم این است که یک دخترچه 15 ساله تاجیک اصلا مکتب نرفته است. در جای مکتب رفتن با بیل و کلند و اینها رفته، همراه پدرش رفته پدرش رو که در خانه دیگرها مزدوری میکند، کار میکند، کمک میکند. میبینیم هم دادم قفای دادم میبینیم هم پیوار میکنیم دادم دا یارده میکنیم دادار دارم مایده ما کار بچگی میکنیم قد دادم یارده میکنیم. هر سال میبینیم قد اپام همه پیوار میکنیم اینجا پیوار میکنیم کچکه یکم چی میشنیم. مایده بودم قفای دادم میرفتم کار میکردم نه کلام شدم قدشی یاردم کردم. ما کار میکنیم پولش معلوم هستیه دادم میگیره یکم چی فرام نمیگیره کرته نمولا یکم چی میخوره. ما دکانک که بودم دکانک فاطمه زهرا بودم، فاطمه اجمل خودم ایستادم در من شدم مکتب نموندن من. اگر من مکتب میخوندم چقدر صرف 7 میرفتم. طلبای هم میبینم دل من میفرکه من روم دکانا مکتب میخوندن میمدن عقل میکرد من هم گوش میکردم با میگفتم کاش که من مکتب میخوندم معلمان میشتم دکار دیگر را تعلیم میدادم. من واقعا آفرین میگویم به اون ژورنالیستان رادیو آزادی که این رفته از این تصویر، از این یک قطره از مشکلات تاجیکستان رو به جهانیان و به ملت تاجیک نشان دادن. در اینجا مثلا ببین اگر مثلا ما جامعه شهروندی ما تقویت میشد، اگر فعال می بود، بسیاری از این مشکل‌ها حل خود را می‌یافتند. بله. ولی ما آمدیم جامعه شهروندی، سازمان‌هایی که از کشورهای خارجی به خاطر پیشرفت کشور یک بورس میگیرند، این میگیرند، اونها رو ما جاسوس اعلان کردیم. و یادم آمد باز هم همون برنامه‌ای که ظرفا در تشکیلات خودش داشت برای جلب دختران به مکتب. بله. برنامه خاصی که خانم ظرفا رحمانی برای جلب دختران برای مکتب داشت. ولی امروز اون در کجا است؟ اون رو در تلویزیون در سلولهای محاکمه سعودی میبینیم. بله. ببین مثلا خدیجه، این دخترچه تاجیکی، من باور دارم که این یک قصه یک خدیجه نیست. بله. قصه صدها بلکه هزارها دختره که جوان تاجیک هست که به این روزها گرفتار شدند. این دخترچه میگوید که اگر کار نمیکردم به مکتب میرفتم صنف 7 میبودم. این بیچاره هر صبح در جای این که
کتاب و قلم رو بگیرد، سونکه رو بگیرد به مکتب برود، یعنی بیل و کلند اینها را گرفته همراه پدر می رود در خانه های دیگرها مزدیکاری می تا اینکه یک زندگی را بیاورد. این ملت بردیم 1-2 میلیون شب مزدور کردیم و غلام کردیم، روس‌ها کردیم. در خود تاجیکستان این دخترهای بیچاره، این وضعیت ببین، این خودکشی ها را ببین، چقدر خودکشی هست. وقتی که ما مشکل میگوییم اونها زود ناراحت میشن که شما از خدا نمیبینید و از مردم میبینید. آخر ما از خدا، همه چیز از طرف خدا است، ولی معنا ندارد که دیگر هر نامعقولی که بخواید بکنید و مردم در برابر شما خب و خاموش بیستند. این مردم، این مثلا همین خدیجه رو شما چی طور شرح میدی؟ از قصه این دخترک شاید باز با این دخترک هم منت میکنن، میگوین که این در باید شکرانه کند، شکرانه بود هوا کند. بله، شاید با این هم میگوین که باید شکرانه کند، ولی واقعیت ببین چی است. یا که همون خبر روزنامه‌نگاری که گفتید گلمرادزاده، یه بار فکر کنیم امروز وقتی که 1 سال اون میبخشن، همه جا افتخار میکنن که 1 سالش رو بخشیدن. یک فرد بیگناه رو میبرن زندان، اون وقت 1 سالش رو کم میکنند و با اون منت میگذارن که ما 1 سال چیزی تو رو بخشیدیم. عین همین است. یک دزد میآید خانه شما رو میگیرد، با زور خانه‌تون رو میگیرد، شما رو از خانه‌تون بیرون میکند و بعد هر چی شما دو سر و صدا و این طرف اون طرف چیز میکنید و میبیند که خب آوازه و زیاد پخش میشود و این و اون، نگاه میکند و میآید میگوید خیلی بیا اینجا. در یک کنج اون دروازه شما رو داخل میکند، یک کنج که شما رو یک خیمه میتید که در اونجا زندگی کنید، در خانه خودتون. بعد شما رو میگوید که شکرانه کن، شکرانه کن که من تو را جا دادم. خونه‌تون رو به زور گرفته است، ولی شما رو میگوید شکرانه کن که من تو را جا دادم در اینجا. عین همین از قضیه ما. یک انسانی بیگناه رو میبرن زندان میکنن، بعد میگن شکرانه کن که ما بخشیدیم تو را، 1 سالت رو، 1 سالت را کم کردیم. از طرف دیگر میگن مردم به این حال گرفتار میکنن. تمامی شما یک بار تصور کنید چی پدر و مادر این حقوقی یک زندگی سزاوار رو ندارن؟ اونو از پدر و مادرش گرفتید، از همه اینها گرفتید، باز میگید که شما که در تاجیکستان نان میخورید، زندگی نان تو نمیآورید، با این مصیبت ها شکرانه کنید. شما که میرید در روسیه غلام میشوید، شکرانه کنید. بله. عین همون دزد نیست؟ اگر همین قضیه، همین روزنامه‌نگاری که بازداشت شده است، این اگر تقلب هم صورت گرفته در سال 80 ما بوده است، بله واقعا، و از طرف خدا رحمتی پدرش هم صورت گرفته است، ولی چرا جرم پدر با پسر جواب گوید؟ وقتی که ما در ذهنیت مردم، وقتی که مثلا اون فابریکه جواب رو میبینید که مینویسند و اینها، حیران میشه. ما چیزی زیاد نمیخوایم، ما میخوایم که این مردم حق دارد، این دختر خدیجه حق دارد، اون ژورنالیست بیچاره حق آزادی بیان دارد، حق از خود دفاع دارد. اونهایی که در محبس هستند، اون مهاجرینی که در روسیه غلام شدن، اونها حق دارند که در وطن خود جای کار داشته باشند. پارلمان تاجیکستان که معلوم است چی طور انتخاب شدن، روزی برگزاری رایپرسی رو 22 می اعلام کرد. درست است. روزی منتصب. بله، تغییر رایپرسی که برای تغییر الهه ها، وارد شدن تغییر الهه ها به قانون اساسی است که به منفعتی کی هست و کی از این تغییر الهه ها استفاده میکند. بله. درست است. ما میریم به طور قدرت ارثی، بله، میراثی شدن قدرت، بله، میرویم به مدل عمر کردن یک رئیس جمهور، ما میریم به بیرون کردن احزاب عمده کشور. بله. ولی دیگه مثل دیگر رای پرسی ها و همه پرسی ها معلوم است که از حال و نتیجهش معلوم است. بله، مثل دیگر انتخابات های شفافی ما 90 چند درصد در انتخابات شرکت میکنن. بله. و حتما 80 چند درصد به نفع رای میدهند و همه چی قبول میشود. بله. برخلافی تمام کشورهای دموکراتی دنیا این انتخابات های شفاف ما هست، دموکراسی تاجیکی به اصطلاح.
اینم باید اعتراف کرد که اینجا ضعف مخالفین هم هست که باید مخالفین در برابر همه این جامعه شهروندی، همه در برابر این ناعدالتی ها باید بیستد و مخالفت خود را با چنین اعمال غیر دموکراتی بیان بکند. شما ببینید، شما حاضر درباره چی صحبت کردید همینجا؟ درباره اینکه همون ناآرامی گفتید. بله. هر کسی اگر در مقابل اینها کمترین سخن بگوید، اون تروریست ناآرامی میخواهد و افراطگرا میشود و این اعلانش میکند. بعد یعنی اون اتستات یا اون شهادت میلادی که سال 1870 یا 60 گرفته است، بعد از پیش اون گفتگوی اون شروع میشه. بله. بعد به خاطر شهادت نامه‌ای که پدرش گرفته است میبرنش زندان. این است مصیبت اخی. این واقعا میگم این حالتی هست که امروز بر سر ملت ما آوردن این طایفه. این تا اگر این مفکوره، این اندیشه دوران جنگی که یک طایفه جنگ سالاران واقعا هم اینها نمیدونم با کدام تفکر میخواهند حکومت کنند در کشور ما و تا کجا این میتونن این را پیش ببرند، ولی مطمئنم این چیزی نیست که برای ملت ما فایده داشته باشد و این بر ضرر ملت و کشور ما بود هست و ضرر این به خود اینها هم خواهد رسید، ولی مطمئنا این دور دوام نمیکند. برادران و خواهران گرامی و هموطنان عزیز، این بود برنامه بازچگب. تا برنامه بعد، خدا حافظ و مددگار شما باشد.